گذشته و تاریخ ملت خویش را باید دانست. تا آن وقتی که بخارا و سمرقند مرکزهای تاجیکان بودند، ما ملت سیاسی بودیم. بولشویک ها این را خوب می دانستند و مخصوص ملت تاجیک را از مرکزهای معنوی و سیاسی و وطنی اساسیشان محروم ساخت. لاغر کردن ملت تاجیک برایشان در آسیای مرکزی برابر پیروزی آنها در منطقه بود. این همه مبارزه ها علیه دین، زبان و هویت تاجیک به آن آورده رسانید که ما واقعا لاغر و صغیر شدیم. تاریخ شاهد و گواه است. امروز باشد و جوانان ملت قرض و فرض است و برای برقراری کلی راه تاجیکانه. برای چی ضرور است خوانش میراث گذشتگان، خصوصا کلاسیک ها؟ چون میراث آنها این ته‌کرسی است، سرچشمه و اندازه مقایسه. ببینید که با نظر داشت این قدر ترقیات زمانوی بودند، فرد امروزه تاجیک دو مصرع حکمتدار نمیتواند ایجاد کند. به ضم این از خوانش بزرگان در حیرت میافتد و از این شهادت میدهد که زبان همچون واسطه والای ایجاد معنا ساده می شود و با مرور زمان معلوم که زبان دوره سامانیان به حد معنادار و غنی بود از زمان امروزه داشته ما. آنها در محیط زبان معنوی تربیت می‌یافتند و این زبان آنها را شخصیت می‌ساخت. امروز زبان عاموی تاجیک تا حد ساده شده است. برای همین دوستان میراث گذشتگان را باید آموخت، از آنها الهام گرفت و رای آنها را دوام داد. خوانش میراث آنها دنیای معناها و ذهنها را می‌گشاید و در کمترین فرصت از شما شخص عاقل را می‌سازد. از سالهای 800 تا سالهای 1000 تقریبا 200 سال سامانیان که سراول سمرقند مرکزشان بود و بعداً به بخارا عوض شد، همچون تمدن سیاسی فلسفی، همچون نمونه اداروی دولتی برای کل دنیا عبرت بود. خصوصاً غرب نه تنها این بابت از تمدن تاجیکان می‌آموخت، بلکه میراث معنوی و عقلی بزرگان تاجیک را استفاده می‌برد. نقش پیشصف داراییش اندیشه ورزی فلسفی قهرمانی تا هنوز در ما تاجیکان هست، نظر به آن که اندک فایز کوچک شده باشد هم. از آن که جوانان تاجیک امروزه از تاریخ بیخبرند، این برابر در خود حسیات واقعی وطن دوستی را ندارند. ندانستن تاریخ از جانب جوانان این نبودن علاقه بین گذشته، حاضره و آینده آنها در بدنه ملت است. ندانستن تاریخ این یعنی نبودن تجربه تاریخی است. به تجربه معلوم که سازش کامل نتوان انجام داد. از این سبب گذشته و تاریخ ملت خویش را باید دانست. بزرگ گفته است: ملتی که تاریخ خود را نمی‌داند سزاوار بردگی است.